اگه بهت بگم اخبار بیشتر از این که آگاهت بکنه داره زندگی تو خراب میکنه باور میکنی؟ منم قبلا فکر میکردم که هر روز و هر لحظه باید اخبار رو چک بکنم. وگرنه از دنیا عقب میمونم. از اوضاع احوال کشورم بیخبرم. تا اینکه کتاب پیگیر اخبار نباشید از رولف دوبلی رو خوندم. اونجا فهمیدم بیشتر خبرهایی که هر روز میبینم هیچ تأثیری روی تصمیمهای مهم زندگی من ندارن. اما در عوض استرس و اضطراب منو چند برابر کردن. از وقتی مصرف اخبارم رو کم کردم، نه از دنیا عقب موندم، نه اتفاق بدی افتاد. فقط آرامش بیشتری پیدا کردم. تمرکزم چندین برابر شد. اگه دوست داری بدونی چطور میشه بدون اینکه از دنیا عقب بمونی اخبار رو کنار بذاری، حتما خلاصه کامل این کتاب رو توی کانال ببین. منتظرت هستم.